بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 فوریه سال 2024 بررسی پرونده پر سر و صدای مؤلف کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده، محرر این کتاب عبدالقادر رستم و ناشر آن مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده را به پایان رسانده، آنها را بر اساس قسم دوم ماده 189 کودکس جنایتی تاجیکستان در برانگیختن کینه و عداوت اجتماعی از جانب گروه شخصان گناهکار شناخته است. دادگاه عالی تا کنون در این باره خبری رسمی نشر نکرده است، ولی منابع آگاه بامداد خبر دادند که با حکم دادگاه عبدالخلیل خالقزاده به 6 سال و 6 ماه زندان، عبدالقادر رستم به 4 سال و 6 ماه زندان و سهراب رجبزاده به 1 سال زندان محکوم شدند. این پرونده را دادستان کل تاجیکستان ماه آگوست سال 2023 آغاز کرده در اول ماه ژانویه سال 2024 به دادگاه عالی سپرد و بررسیش 19 ژانویه آغاز یافت. هرچند پرونده مور مخفی نداشت، ولی دادگاه عالی مرافعه را در تالار سزای رقم 1 برگزار کرد و به خبرنگاران و نمایندگان جامعه به دلیل رژیم مخصوص بازداشتگاه اجازت اشتراک در آن را نداد. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی در نشست خبرش اعتراف کرد که این پرونده مخفی نیست، ولی به سبب نبودن تالار مناسب مرافعه‌اش در بینای سزا و به شرکت اهل جامعه می‌گذرد. منتقدان و مخالفین حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان بین هم در تاجیکستان خیلی محدود شده است نامیده محکوم می‌کنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادش از فضای امروزه کشور به خصوص از فشار به سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و به یک مریض فراگیر تبدیل یافتن کروپسیا در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد. برخی منابع بازداشت مؤلف و محرر و ناشر حوادث روزگار من را با وجود مبارزه ها در دالان‌های حکومت و نزدیکی عبدالخلیل خالقزاده با دو وزیر قدرتی، رئیس کمیته امنیت ملی سید مومن یتیموف و وزیر داخلی رمضان رحیم‌زاده ربط می‌دهند. بنا به اطلاع دریافتی خالقزاده با عبدالمومن نام برادر یتیموف تجارت مشترک داشت و آن قصه‌ای که سبب جنجال و در نهایت حبس او شد در کتاب از قول رحیم‌زاده نقل کرده شده است.